امیرزاده رحمان رئیس ناحیه وحدت در پی ساختن یک قصر با حشمت در موضع ارخوی دره رامیت است. یکی از زیباترین دره تاجیکستان. این مکان زیبا قبلا منبع درآمد و قوت لایموت ساکنان دره بود که از آنجا تاران و چکری و زنبروغ جمع می کردند تا قسمی را استعمال و قسم دیگر را برای خرید مواد ضروری بفروشند. این دره برای صدها خانواده کم بضاعت منبع درآمد و زیست بود. اما اکنون امیرزاده اینجا برای پیشوایش قصر بهشتی می سازد. به قول خود او که گفته است: وقت پیشوا تاجیکستان را بهشت میگوید، بعضی ناشکرهایش در اینترنت مسخره میکنند. اکنون ما به پیشوا بهشت ساخته به آن ناشکرها نشان میدهیم. بگذار تماشا کنند. از زمانی که رئیس ناحیه تصمیم ساختن بهشت برای پیشوایش را کرده است، کسی حق وارد شدن به آنجا را ندارد. امسال این خانواده ها از یگان منبع درآمدشان تاران چکری و زنبروغ محروم شدند. ولی این همه مصیبت نیست. ساختمان دیوار چین، اهرام های مصر و دیگر ساختمان های بزرگ عصرهای قدیم را به خاطر دارید که چگونه ساخته می شدند. حاکم وحدت هم در عصر 21 بهشتش را به معنای تام با خون مردم می سازد. اگر نگوییم هزارها، صدها نفر از اداره های دولتی، مسجدها و حتی مردکاران به ساختمان این قصر زوراً سفربر کرده بشوند. رئیسان جماعت ها و اداره های دولتی وظیفه‌دار شده اند شمار معین کارگران را هر روز به ساختمان عصر امیرزاده سفربر کنند بدون پرداخت کدام مبلغی. اگر رئیس بسیار همت کرد به آنها خوراک نصف روزی آماده می کند. اگر نه، مردم مجبور است خوراکش را هم با خود ببرد. مبلغ ساختمان هم از خون مردم ناحیه جمع آوری می شود. هر صاحبکار، منصبدار، دکاندار، دهقان وظیفه‌دار است مبلغ معینی را برای ساختمان این قصر پرداخت کند. قیامالدین سفروف نام شرطی یک دکاندار در این ناحیه است که میگوید جریمه انداز پروکراتور و دیگر مقامات کم بود که اکنون این ساختمان پیدا شده است. الکی 2 مراتب 2000 سامانی برای این ساختمان گرفتند و معلوم نیست آن کی تمام می شود. رئیسان جماعت هم فرمان گرفتند مبلغ معینی را از جماعتهایشان جمع آوری کنند. در نوبت خود آنها به امامان مساجد، تاجران محلی و حتی مهاجران مهنتی فشار می آورند تا مبلغ سپارش شده جمع آوری شود. این اولین تحفه امیرزاده برای رئیس جمهور بعد رسیدنش به ریاست شهر وحدت نیست. قبلا او با همین راه در دهه خوجه بایقل جماعت کریم اسماعیل قصر را ساخته و به رئیس جمهور تحفه کرده بود. طبق گفته ساکنان محلی، رئیس جمهور به آن قصر همگی 2 مراتب آمده است و باقی این قصر یا همیشه خالی است یا خودی امیرزاده گاه گاه در آن بزم عیش و عشرت می آراید. اما برای نگهداری آن چند پاسبان و خدمتگار به کار گرفته شده اند که از حساب بودجه دولت معاش می گیرند. قصر نوی امیرزاده در دره رامیت نیز با شدت محافظه می شود و بدون اجازت کسی حق ورود به دره ارخو را ندارد. 10 پاسبان و خدمتگاران در این قصر نیز از حساب دولت معاش داده می شوند. حکومت امیرزاده در 15 کیلومتری دوشنبه به یک دولت غلامداری شبیه است. او نه تنها مردم را غلاموار بدون پرداخت معاش کار می فرماید، بلکه فرزندان نابالغ آنها را به کار جسمانی و پرداخت مبلغ مجبور می کند. طبق اطلاع چند منبع، ماه می و ایون خوانندگان حداقل دره رامیت تقریبا درسی نداشتند. با سپارش شعبه معارف خوانندگان وظیفه‌دار بودند چکری، تاران و زنبروغ جمع آوری نموده فروشند و مبلغ معینی به مکتب سپارند. سببش را رئیس شعبه معارف قرض مکتب‌ها از کتاب و دیگر لوازمات گفته است. امیرزاده رحمان یکی از ثروتمندترین رئیسان ناحیه است. او چندین قصر و کوشک در گوشه‌های کشور از جمله باختر، وحدت، اسفره و موضع 44 چشمه دارد.
در 44 چشمه او یک بار 2 قصر بنیاد و یکی را به دختر رئیس جمهور تخمینه تحفه کرده بود. دارای صدها گکتر زمین در ولایت ختلان، رمه‌های بزرگ و گله اسپان دارد. درآمد اساسی این رئیس فسادکار از زمین فروشی است. زمانی رئیسش در ناحیه اسفره هزارها گکتر زمین را فروخته و میلیون‌ها دلار جمع‌آوری کرده است. طبق اطلاع منبع در ناحیه وحدت هم فروش زمین پر از جانب شخص امیرزاده کنترل می شود. امیرزاده از دوستان قدیم رئیس جمهور امام علی رحمان است. او در فرانت خلقی نیز شامل بود و یک از افراد نزدیک به امام علی رحمان محسوب می شد. از کمونیستان سابق و عضو مجلس ملی می باشد. برای شناسایی بیشتر می توانید وارد پایگاه پیام شده درباره امیرزاده رحمان بیشتر معلومات پیدا کنید.